بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. جلسه پرسش و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود، جلسه پایانی. از ریزه ترین عوالم گرفته که در کل میشه بزرگترین عوالم. مثلا شما هم عالم ویروس‌ها رو بخواد در نظر بگیری، انقدر اینو با هم رقابت دارن، هم دیگر رو میزنن، به هم حمله میکنن، این جای اونو بگیره، اون غذای اونو بخوره، عوالم دارن و اصلا متوجه مثلا یک شخص، یک وجود مثل انسان هم نیستن. شاید مثل یک مثلا ارتش موریانی که زیر این درخت، زیر این دیوار لونه کرده باشه. و جنها هم همینجورن آقا. جنها بین خونه ما زندگی میکنن، ما رو شاید نبینن و بین ما زندگی. مثلا ما مورچه ها رو بخوایم دقت کنیم میبینیم، بینیم دست کنیم تو سوراخشون میتونیم بکشیم بیرون، ولی عالم اونا جدا از عالم ما. اونا در زندگیشون ما داریم زندگی میکنیم. سراغ کسی میگن که بره دست کنه تو سوراخشون، خرابشون کنه، بریزتشون بیرون، سراغش میان. شما اگه زنبور داره زندگی خودش میکنه، اگه بریسیخ کنید تو این، ما شیرازی ها میگیم کله زنبور، میریزن تو رو زندگی بیچارت میکنن. جن هم همینجوره. عوالم بسیار بسیار زیاده. اصلا من بگم میلیون ها میلیون عوالم و موجودات مختلف پیرامون ما رو همین کره زمین خاکی دارن زندگی میکنن و رو کره های دیگه هم همینجوره و ما درکی از اونها نداریم. دنبال با تلسکوپ دنبال عالم میگردن، برو با میکروسکوپ میلیون ها، مثلا میکروسکوپ نمیخواد، رو همین پیرامون خودمون میلیاردها عوالم هست که شاید ما مثلا براش یک عالم عجیب و غریبی باشه. و اون جنگ عوالمی که من گفتم تو ماجرای دوم سوم گفتم از آینده دیدم، تداخل عوالم نظم جهانو میریزه به هم. یعنی عوالم نزدیک به هم میشه، عالم جن، ویروس، موجودات همه میریزه، قاطی هم میشه و دیگه جمع کردنی نیست. وجود این باید اینو از بین ببره که وجودش داشته باشه، نقض وجود یکی دیگه است و همدیگه رو متلاشی میکنن که خودشون زندگی کنن. و اون بی‌نظمی که من گفتم تو اون عالم، تو زمین حاصل میشه به خاطر دستکاری کردن عوالم که الان انسان داره به عالم ژنتیک، به عالم ساختار این عوالم دستکاری میکنه. مثل اینکه یک بچه رو نشوندی پای ابررایانه‌ای که داره یک کارخونه بزرگ مثلا نیروگاه هسته‌ای رو داره کنترل میکنه، این ابررایانه، شما میری دست میبری توی این ساختار رایانه که داره نمیدونم راکتورها رو کنترل میکنه، توربینا رو کنترل میکنه، سیستم برق خروجی ورودی، کوره ها، تنورها، همه رو داره کنترل میکنه. بعد یه بچه میاد روی این کامپیوتر یه بازی نصب میکنه، میگه من از تو بهتر میفهمم، از منابع، از سی پی یو، از رم، از فلان اینا میگیره بره بازی خودش، میگه من بهتر میفهمم. کم کم این نظم کامپیوتر میریزه به هم، دمای کوره میره بالا، اون میره بالا، اون میره بالا، یک دفعه کار به جای میرسه که دیگه این فضا قابل کنترل نیست برای انسان. ظهر الفساد فی البر والبحر. و این نزدیک شدن عوالم و به هم ریختگی عوالم، کاری که الان آمریکا داره توی کار انجام میده، به نابودی زمین و زمان میرسه اگه جلوش گرفته نشه. بسیاره. امیرالمومنین فرمود که در آب جاری یا آب راکد، هر دوش توی حدیث 400 گانه آخر خصال مرحوم صدوق فرمود ادرار نکنید، چون اینا هر کدوم اهلی داره، عوالمی اینجا ساکنن شما نمیبینید. در این آب، تو این دریا، تو این زیر درخت، زیر فلان، عوالمی اینجا موجوداتی هست. خب گفتن در مورد غیبت و اینا هم چیزی دیدید یا نه؟ چیزایی بگید با پروسه حق الناسی هست. غیبت حق الناس است. حالا یکی از بدترین نوع آقا چیزهایی که شاید خدا نبخشه اینی که گفتید، الان شما حرف خیلی قشنگی زدید، گفتید قلب جایگاه خداست. کسی که قلبی رو آتیش بزنه با حرفش، با کلامش، با
نگاهش با یک کاری جایگاه خدا رو آتیش زده، خانه خدا رو مثل آتیش زده. اینکه غیبت کردن، شما یک شخصی رو با حرفت میکشی، چون میگه آبروی مومن بالاتر از جانشه. شما پشت سر یک شخصی که حرف میزنی، جایی که نمیتونه از خودش دفاع کنه، نیست که از خودش دفاع کنه، اینو بدترین کاری که میتونی انجام بدی. خدا این علاوه بر که حق الناسه، خدا اینو بازخواست میکنه. این علاوه بر حق الناسه خب بس خدا هم هست، چون بنده خدا رو تو آبرو بردی. داستانی مولوی داره، داستان بسیار زیبایی است در مورد افرادی که فیل خورده بودن. دفتر سوم یا دوم مثنوی، که بچه فیلی رو اینها خوردن در هندوستان. مادرش اومد و دهان تک تک اینها رو بو کشید. یکیشون نخورده بود. تک تک اینا که دهانشون بوی بچه اینا میداد گرفت با خورتومش با سخناشو شکون، یکی آزاد کرد. مولوی میگه خدا روز قیامت دهان تک تکتون رو بو میکنه، ببینه کدومتون دهنتون بوی گوشت اولیاء خدا رو میده. قرآن میگه لحم اخیه دیگه، تیکه تیکت میکنه. اگر دهن بوی مردار اولیاء خدا رو بده، اگه نخورده باشی آزاد بشی. اگه ما میدونستیم خدا چقدر بنده هاشو دوست داره، هیچ وقت حاضر نمیشدیم به بنده های خدا آزار کنیم. خدا اصلا این تمام این عالم رو آفریده برای بنده هاش. حالا شما هر کی هر چی میخواد باشه اصلا بد باشه، خدا دوستش داره. شما برو جلو چش یه مادری بزن تو گوش بچهش، تا عمر داره این یادش نمیره که تو گوش بچهش، دلش پاک نمیشه. تازه محبت مادر به بچه اصلا قابل قیاس با محبت خدا به بندش نیست. خدا وقتی آبروی بندش رو میبری، تا عمر تا تهش میگه این آبرویی که از بنده های من برد، بد باشه اصلا. سوالی پیش میاد، میگن بنده های بد رو هم خدا در جایگاه دیگه گفته بکشید، مثلا اعدام کنید. حاجا بحث اونم باز محبت به بنده هاش. بحث حاجا اینکه اونم قوانین داره، شما حق نداری ظلم بکنی. میگه ابن ملجم بهترین بنده خدا رو کشت، درست یا نه؟ ولی اجازه نداری به همون ابن ملجم هم ظلم بکنی. حضرت علی میگه یک ضربه زد، یک ضربه بزن. اجازه نداری ظلم آتیشش بزنی. اگه کسی بهش ظلم میکرد، میگه این ظلمه جاش جداست، حساب کتابش جداست، سب کنید ظلمش رو جواب بگیره، بعد اون کاری کرده جواب بگیره. کی؟ ابن ملجم بهترین بنده خدا رو کشت. میگه اونم قوانین داره کشتن بنده اینجوری نیست. قوانین خدا برای بنده هاش عجیب و غریب امتیاز قائله، برای بدترین بنده هاش حتی آجا. میگه حضرت نوح اومد گفت که مثلا خدای من 900 سال مثلا اومدم فلان کردم، حالا دیگه اینا رو بکش. میگه اینا مثلا عذاب برشون بفرست. گفت نه، حالا تا اینجا کشتی ساز، برو چیز کن، برو کوزه بساز. گفت چندین سال شروع کرد کوزه ساختن. گفت بعد کوزه ساخت و حالا بشکن کوزه رو. دید شروع کرد اساسش رو برجا شکستن، دید بعضی ها رو نمیشکنن. گفت چرا اینا نمیشه؟ گفت اینا رو من خیلی با زحمت ساختم. گفت تو کوزه‌ای که با دست خودت ساختی جون نداره، اینقدر دوستشون داری، کوزه‌ای که نه جون داره نه هیچ، دلت نمیاد بشکنی. چجور توقع داری من بنده‌ای که مال خودمه دوستش دارم، خودم ساختم، بخوام به همین راحتی عذابشون؟ خدا برای بدتر بنده‌هاش هم جایگاه قرار داده براشون. اجازه نداری بهشون ظلم کنی، اجازه نداری در همون حد خودشه، اجازه نداری جای خدا تصمیم بگیری که بگی فلانی بده جهنمیه فلانی خوبه بهشتیه. اجازه نداری کسی رو جهنمی بهشتی کنی. تو بگی فلانی کافره. چه بسا یه شخصی الان گناهکار، میگه این شخصی رو که الان دیدی گناهکاره، فردا به چش گناهکار نگاه چش توبه کرده باشه. خدا
جایگاه بنده هاش رو اصلا نمیدونیم حاجی. اگه ما میفهمیدیم، گفتم چقدر خدا بنده هاش رو دوست داره، بدترین بنده هاش رو دارم میگم دوست داره، به خود اجازه نمیدادی کوچکترین ظلم در حق بنده هاش بکنی، چه برسه بخوای ازشون دزدی کنی، بزنی، ظلم بکشی. کشتن که هیچی، ظلم اصلا به بنده خود خدا خونخواهه، خود خدا از بندهاش دادخواهی میکنه. بسیار شما نکنه. یه آیه داریم در سوره بقره 190 و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. در راه خدا بکش، از خط بیرون نزن. ان الله لا یحب المعتدین. از خط بیرون بزنید دیگه از تو خوشم نمیاد. بکش، از همینی که باید بکشی اگه یه قدم جا به جا بری دیگه از تو هم چشمم میاد. فحاشی نکن، داری میجنگی فحاشی نکن. فحاشی خودش فحاشی میبردن اعدام کنن، زد پس کلهش، فرمود برگرد اینو بزن پس کله. اعدام حکمش اعدام دیگه، اضافه زد. بعد از این طرف هم اینم دوست داشتن خداست دیگه، یعنی عبادش رو دوست داره. یه عنصر نامطلوب وقتی تو جامعه بشری هست که داره به اینها آسیب میزنه، از محبتی که به نوع عباد داره، به نوع بنده داره، اینو حذفش میکنه. به خود اینم علاقه داره، زودتر میره کمتر معصیت میکنه، یعنی جلوی بدتر شدن شده، جلوی مفسده بیشتری شده. نه اصلا قتل کرده میگه خیلی خب تا اینجاش قصاص شد دیگه. خب عرض کنم خدمتتون که گفتن این فست فودا و اینها باعث جلب شیاطین و اینا میشه، غذاهای خوراکای این شکلی. بسم الله الرحمن الرحیم. اولی که خوراک خیلی تأثیر داره، توی تأثیر وضعی داره رو انسان. حالا بس فست فود نیست، مثلا هر خوراکی که از بطنش خبر نداری، از ذاتش خبر نداری چیه، اینا تأثیر میذاره. اون قولن سنگینی که شما الان یک سری غذاها هست مونده، غذای مونده شده محل فعالیت یک سری باکتری ها، موجودات یک عوالم دیگه، غذای اونها شده. این که میگن از غذای شیاطین مصرف نکنید، یکیش همینه، غذای مونده. غذای مونده غذایی است که داره تجزیه میشه، داره توسط موجودات دیگه خورده میشه. شما یه غذای بطنش خواهر سوسیس میدونید چیه؟ مثلا تهش با 1000 تا مثلا ادویه فلان خبر عوض میکنه که بو رنگش قابل خوردن بشه. حالا اینو مثلا میخوای بکنی غذای جسمت و توقع داری مثلا خب این بدنی که اینو خورده آمادگی مثلا نماز شب داشته باشه، آمادگی مثلا توسل تضرع داشته باشه، مثلا تبدیل بشه به اشک برای شما میگه خدا بهترین غذاها رو به شما قرار داده. وقتی بهترین غذاها، تازه ترین غذا قرار داده، چرا بخوای از غذای مونده‌ای که معلوم نیست چیه، چی قاطیش کردن، توسط کی درست شده فلان. یه بنده خدا بود میگفت سوسیس مثلا ببخش اسم نمیبرم مال فلان کمپانی ارمنی است، اونو بخورید این بهتر. گفتم با اون ایرانیش هر چی بخوری باز بهتر از اون چیزی. چون لاغر این معلومه یه آدم مثلا لاغر مسلمان دست بهش زده، اون دیگه به چه اعتقاد نداره چیکار کرده باشه توش. خوراک خیلی تاثیر داره آقا. این که به قول اول آخر غذایی رو اول غذاها رو تازه مصرف کنید، دو اینکه غذاهای مونده و به سمت فساد رفته رو مصرف نکنید که این شده محل تجمع شیاطین، موجودات دیگه. گفتن که شیاطین در خونه حضور دارن. این پسر 7 ساله من که اوتیسم هستش، حالتهای کسی رو داره که انگار جن میبینه، میشه گفت یه جورای شیاطین همراهشن که افراد اوتیسم وارد عالم انسان‌های عادی نمیشن. آیا مطلب درسته که اوتیسم حالت جن زدگی هست؟ اول که اصلا اینجور نیست. اینا بیماری‌های اختلال روانی و اختلال فکری اینها این دلیل بر دیده شدن مثلا اجنه و فلان نیست. اما من بچه‌هایی رو دیدم که چشمشون بازه. من بچه زیاد دیدم، دختر بچه مخصوصا. دختر بچه‌ها تا سن مثلا 9-10 سالگی، پسر بچه‌ها تا سن مثلا 6-7-8 سالگی
اینا چشمشون بعضیاشون بازه، موجوداتی رو میبینن و بعضی وقتا شیاطین به اینا علاقمندن. گفتم بعضی وقتا شیطان رو بعضی بچه ها تأثیر داره، اذیت میکنه، اجنه تأثیر دارن. به دلیل چی؟ به دلیل مشارکت خود شیطان تو نطفه این بچه، حس قرابت بهش. مثلا شما نوه یک آدم مثلا بچه، مثلا شما نوه بچه علاقه داری بهش سر میزنی، یه وصلت جور کردی بچه‌ش رو می‌بینی احساس می‌کنی مثلا این سر کارته. آره علاقه بهش بدون و به این بچه‌ها بعضی‌ها سر میزنن. البته میگم سر زدن اینها اذیت کردنشون به بچه‌ها ور رفتن، ولی خیلی از این مثلا شیاطین میگم به بچه‌ها سر میزنن. یه جریانی رو من به بنده خدا گفتم، حالا گیر داده، میگه مثلا اون جریانی که فلان شخص حودش دیده بود تو آسمون، اونم جریان سر زدن شیاطین به بچه‌ها و فلان است. گفتم نه، حالا یقینا این نیست که مثلا هر کی جن دید یه جریانی داره، نه، این به قول معروف یه کمی حرف و حدیث زیاد پوشش، یه کمی باید الان باز صحبت کرد، اینجوری وقتش نیست. ان شاء الله. اون از 13 دقیقه وقت داریم دیگه، یه جلسه دیگه ما فکر می‌کنم بزنیم. الان از این 54 صفحه تقریبا 8 صفحه شو پرسیدیم. البته اونایش که در خیلی مرتبط با بحث‌های مستند بود مطرح کردیم، بعد چیزا دیگه رو پیرامونی، اینا تو خود متن بحثا سوال پیش اومده. خب در مورد وضعیت اعمال، اثر اعمال گفتن بیشتر بگید. این بیماری که از حیوان به انسان بود داخل کشور ایران بود، تو همه جا پخش شده بود، چگونه تمام میشه؟ گفته بود تو خونه هم به همین شکل هست، یعنی هیچ جا امنیت نیست. چطور امنیت پیدا کنیم تو این برهه زمانی که بیماری حیوان به انسانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ماجرا اون چیزی که ما دیدیم توی اون ماجرای دوم و سوم دیده بودم این بود که بیماری حیوان به انسان. یه مثال هم زدم، گفتم مثل این که شما یه گله گرگ رو نگه دار، بهشون نون خشک بده، بعد یه مدت اینها غذاش میشه نون خشک، چون از گشنگی که نمیمیرن که مجبورن خودشون رو تطبیق بدن با محیط، با وضع موجود، چون موجود زنده است دیگه. دقیقا همینجوره، یعنی یک ویروس درست شده برای زندگی تو بدن مثلا خوک. این خوکو یا این مثلا خفاشو که داره بیماری تو بدنش هست و انسان مصرف میکنه، یا خام یا مثلا نیمه پخته، که چینی‌ها همه چی رو با هم میخورن، خام و نیمه پخته و همه چی. این ویروس کم کم میره تو بدن انسان. خب ویروس تو از بین خیلی از ویروس‌ها حتی با پختن هم از بین نمیرن، تو بدن هست، میره اونجا شروع میکنه، خب تو بدن شروع میکنه به فعالیت کردن دیگه، تو بدن انسان شروع میکنه به فعالیت کردن و تبدیل میشه به ویروس انسانی به دلیل ارتباط نزدیکی بین اینها. یه دفعه ویروسی که برای خوک ساخته شده یا برای خفاش ساخته شده تبدیل میشه به ویروسی که برای انسان ساخته. حالا بدن انسان توانایی مقابله با این ویروس نداره تا مدت‌ها، مگر اینکه کم کم بدن انسان خودش رو تطبیق بده، ولی به صورت عادی و دیفالت توانایی مقابله با این نداره و تبدیل میشه به بیماری جدید. این که میگه هر گناه جدیدی که میاد یک بیماری جدید باش میاد، این روایت داریم، دقیقا مصداق اینه. چون که شما قوانین رو رعایت نمی‌کنی، قوانین انسانی رو رعایت نمی‌کنی، یه دفعه تبدیل میشه به یک همچین جریان تداخل عوالم. گفتن که در مورد سیگار یا مواد چیز خاصی نه هست میگی؟ من چیز خاصی نه. میگن که چطور پدرتون رو رفتین، حالا یکی گفته بود چجور آدم آدرس باباشو نداره و قبلش لاغر کامل گوش خواستن این مستند شروط کامل گوش بدید. یعنی ما داریم، من ناراحت میشم بعضی وقتا سوالایی که میپرسن و میبینم که به دلیل عدم توجه کافیه به قبلی‌ها. طرف میگه خب چجور آدرس خونه باباتون نشه؟ بله سوال منطقیه، ولی چون کامل گوش ندید این سوال براتون پیش اومده.
پدر من یک مثلا خب همسر دیگه گرفت، یک زن دوم گرفت، اما به احترام مادر خودمون نمیرفتیم خونه پدرم که اصلا آدرسش هم نداشتیم. حالا از این طریق رو بارها گفته بودم توی صوت‌های من مطرح شده بود. خب یک مشخص بود من خونه پدرم خونه اونجا تردد نداشتم و پدرم میومد خونه ما و من آدرس اونجا رو نداشتم، حتی اسم شهرش هم نمیدونستم، هیچیشو نمیدونستم و فقط به واسطه اون مشاهده‌ای که توی حالت کما داشتم آدرس رو تونستم پیدا کنم و رفتم. گفتن چه شکلی بلوک‌ها رو جابجا کردید اونجا؟ کسی هم متوجه نشده بود که مثلا این بلوک‌ها جابجا میشن از اینجا زمین رو اونور؟ اولی که جابجا کردن بلوک‌ها فقط با اراده بود، نه زوری بود نه چیزی، مثل اینکه الان اراده کردم این بلوک‌ها بره تو حیاط، رفت تو حیاط. اون یک دو کسی متوجه نشده بود، نبود که اتفاقا متوجه شده بودن این بلوک‌ها رفته تو حیاط و پدر من فکر کرده بود کار خود اون شخصی است که از بلوک خریده و اونم به خود رو خودش نیاورده بود که آقا من این کارو نکردم، چون بلوک‌ها رو تو حیاط خالی تو کوچه خالی کرده بود. خب بعد اون یعنی فهمیده بود که بلوک‌ها رفته تو حیاط؟ فکر کرده مثلا حالا یکی برده بود بیخیال شده چون مقصر بود تو این جریان، رفته بود تو کوچه خالی کرده بود تو حیاط و رفته بود. رفته بود. در بعد پدرم من فکر کرد این برداشته گذاشته اونجا دیگه، هم بالا پیگیرش نشد که آقا این گذاشته یا نذاشته، اونم رو خودش نذاشته بود. اونجا که کار اطرافیان رو می‌دیدید میتونستین امر معروفش کنین طرف از جهنم نجات بدین؟ نه متأسفانه اونجا اصلا بحث اینه که من صدای منو کسی نمیشنید. ولی مثلا طرف به من میگه که چرا اون رفیقت سیگار میکشید تو بهش امر معروف نمی‌کردی، بازم رو درست گوش نکردید شما. آقا این منبع ماست، کسی بوده تو حوزه کاری ما داریم باش صحبت میکنیم، اصلا بحث امر معروف نیست، طرف خودش خلافکاره. من بهش میگم سیگار نکش، طرف کمترین خلافش آدم کشیه. من میگم سیگار نکش، من لباسم بو میگیره. من جزء تأثیرات کاره. شما مثلا کارت مثلا اینه که مثلا صبح شب تاکسی هستی، مسافری کشی میکنی، میگی جزء تأثیر کارت اینه که بوی دوده میگیری تو مسیر شهر. خب من بگم چرا دوده تولید میکنی تو خیابونا؟ این جزء تأثیرات کار منه متاسفانه. بابت خیال پردازی ها و افکار و اینها مؤاخذه شدی؟ خیال پردازی چیزی تو ذهنت بیاد مثلا بابتش مؤاخذه بشی؟ چرا همچین تصوری کردی؟ به خاطر تصورات هم تا وقتی به زبان نیاوردم نه. حتی علاش میشه سوء ظن دیگه. به جز اون مدت زمانی که تجربه رو داشتن از سبک زندگیشون قبل از تجربه، کارهایی که میکردن، شرایطی که باعث شده مشاهدات رو داشته باشن هم تعریف کنن. خیلی طولانی. اون دیگه خودش مستندشون رو قبلشون رو پیش ازشون این ذکرها رو میگفتین شرایط اینجوری میشدن بلند میگفتین یا تو دلتون میگفتین؟ والا من تو زمان البته میگم اصلا حال خودم رو نمیدونستم و اخویم که بالا سرم بود میگفت تو کامل بیهوش بودی و من بیهوشی، من مطلع نبودم که بیهوشم و اونها رو که میدیدم من به حساب خودم دارم بلند میگم ولی هیچ صدایی من ظاهر نبود، ظاهرا نمیگفتم ولی من بلند داد میزدم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، با گریه، یه حالت گریه بیتابی و تضرع با این حالت ذکر میگفتم. در مورد اون پیرمرد روحانی که تو بخش ICU هم تختیتون بوده در حال احتضار بوده، چرا در اون لحظات فقط شیطان و سپاهیاش اونجا برای فرد حاضر بودن؟ مگه سفارش نشده بخوندن دعای عدیله که باعث میشه ایمان در هنگام مرگ حفظ بشه؟ با توجه باشید اون لحظات. همینطور میگن که اگه زیارت هر امام بریم اون امام چند جای سخت میاد از انسان دستگیری میکنه، به داد انسان میرسه یکی لحظه مرگی. با توجه به اینکه این شخص روحانی بوده حتما مسائلی میدونسته، یعنی یه بارم دعای عدیله رو نخونده، زیارت هیچ امامی نرفته، تا حالا مشهد نرفته بوده. چرا تو اون موقع تو لحظات سخت احتضار و جون دادن انقدر تنها بوده، دورش پر از شیاطین بوده، چرا هیچ کس به دادش نمیرسه؟ یعنی اگه این فرد یعنی کاری کرده بوده که حتی زیارت ائمه معصوم هم جزو اعمالش محسوب نشده که حبس شامل شده، اصلا زیارت ائمه هم قانون حبس عمل شاملش میشه.
اول که من از سرنوشت من خدا اصلا بی اطلاعم، فوت کرد زنده بود، من لحظات آخرشون مثلا ندیدم. من تا اونجا که دیدم ایشون حال اول من مطلع نشدم، حتی پیرمرد اینجاست اینو اخوین بعد بهم گفت، بعد توجه کردم. یعنی من میدونستم به یه واسطه ایشون اومد بالا سر من فقط میدونستم یک شخصی دیگه بغل دست من که حال خوبی نداره، نمیدونستم کیه چیه، حتی نمیدونستم روحانیه. از این گفتم من کاور افراد نمیدیدم چی هستن. یک پیرمردی رو میدونستم بغل دستم که حال خوبی نداره و 2 نفر که اونور حالشون خوب نبود، 2 نفر فوت کردن و ایشون که به واسطه ایشون اصلا من تا ایشون اومد این حجمه بیش از حد شد و اینها رفتم، اون زنه اومد و من از آخرش نفهمیدم چه بر سرشون اومد، چون به حال کما نرفتم و دیدم من تا همون فقط همون جایی بودم که بودم و خودم واقعا درگیری داشتم که دیگه فکر اینه که برگردم تو اورژانس داده بهشون برسم نبودم. انقدر تو آی سی یو وضعیت وحشتناکی دیدم که اصلا فکر اورژانس از سرم پرید. نمیدونم شدم کار شیطان بود که ایشون کلا از ذهن من رفت. من برگردم ببینم چه بر سر این اومد و من یقین میدونم حتما اگر انسان خوبی بوده حتما به فریادش رسیدن، البته اگه مرگ قطعی برش بوده، چون منم بارا میگم اتفاق برام افتاد دیگه، ولی مرگ قطعی به من حادث نشده. گفتن که اونجایی که آینده رو دیدید چه شکلی با روح اون افراد صحبت میکردی؟ خواب بوده، بیداری بوده، چی بوده؟ میشه با روح یکی دیگه صحبت کرد؟ البته اینا با اون بحث تمثلاتی که گفتیم حل میشه، جوابش روشن میشه. اونجا روح نبوده جواب، مثلا مثل یک تمثل. آره تمثل اون افراد واقعا همینجور. یعنی با روح من میگم با روح شخص صحبت میکنم اینجور نه. تمثل شما بوده و تمثل ایشون، تمثل گفتگو بوده، تمثل گفتگو به اون اتفاق بوده، تمثل اثرات اون اتفاق بوده، همش تمثلات. خب تمام دیگه. خودشون که 4 ساعت و 20 دقیقه است ماشاءالله رفتن و آقا من که مشکل 3 است. 3 شروع کردیم 3 و 8 دقیقه خب میگن این نامه‌ای که گفتن از اسرائیل حمایت میکنیم و اینا، این واقعا اتفاق افتاد یا شما تو کما چیزی دید؟ نه تو واقعیت اتفاق افتاد. آیه سرچ کنید تو اینترنت هست، سرچ کنید. خب با آمریکا و اسرائیل و اینا بیخیالی مردم ندیدن، حس نکردن. جنگ نمیتونه همون جنگ نرم دشمن، همین ترورها و خرابکاری پنهانی باشه که عامه مردم متوجهش نمیشن. چرا؟ دقیقاً همین است. راوی داستان همون زمانی که چشمشون باز بوده برای کی توجه میکنن تا برزخ اون شخص رو میتونستن ببینن. یه سوال برام پیش اومده که چرا به کسایی که توجه میکنن فقط گناههای اونا رو، عواقب بعد اون رو نشونش میدن، چرا کار خوب شخص و حسنات پشت سر اون چیز نشون نمیدادن؟ یا این انتخاب افراد انتخاب کار خوب شخص رو دیدن در اختیار ایشون نبوده؟ توی قرآن هم هر جا از جهنم و عذاب صحبت شده، بهشت هم قبل یا بعدش صحبت شده. اینکه ایشون فقط عواقب گناه‌ها رو می‌دیدن، از حسنات و پاداش و ثواب اشخاص چیزی نمیدن، برای من جای سوال شده چرا خدا باید عواقب گناه‌های سنگین افراد رو به بنده‌اش نشون بده ولی از حسنات نشون نده تا اون طرف قضیه رو هم ببینه؟ اون طرف قضیه رو ببینه خیلی عادلانه نیست. اگه نشون دادن که مأموریت ایشون این باشه که بیان بگن قاعدتاً باز حسنات و ثواب و تاثیر اون هم نشون بدن. این که فقط شنیدن عذاب‌های الهی رو آدم بشنوه کم کم دیدگاهش نسبت به رحمانیت خدا و بخشش خدا از دست میره، حتی امید شخص برای برگشت از گناه و توبه و از خدا نعوذ بالله موجود ترسناکی تو ذهنش نقش می‌بنده و بعداً از ایشون سوال نمیشه که تو از عذاب‌ها گفتی و یه بنده قصد توبه داشت یا دنبال رحمانیت خدا باشه. در این حرفا که فقط شیطان بود و عذاب کلا پشیمون شد از درگاه من و امیدش از رحمت من نامه شد. حق الناس نیست این قضیه. حتی تو برنامه زندگی پس از زندگی شخص تجربه دردناکی داشته، آخر تجربهش یه حس خوبی رو بهش نشون دادم یا بعداً یه تجربه خوشایند یا حس خوب خدا بهش نشون داده، با حس خوب خدا بهش نشون داده تا اون تلخی از دیدن اعمال بعدش از ذهنش کم رنگ بشه. ممنون میشم این سوال رو پاسخ بدن راوی حتما. اول که همیشه از خوبی خدا گفتیم، میگه اصلا خوبی خدا گفتن نداره. من وقتی میگم که خدا حق الناس رو میگیره، یعنی در واقع دارم از خوبی خدا میگم که خدا چقدر بنده های گناهکارش هم حتی دوست داره
که حاضر نیست حتی بنده گناهکارش رو ناراحت کنه، یه جوری حق ظلم بهشون بشه. وقتی دارم اینو میگم خدا رو حق الناس گیره، یعنی چی؟ یعنی خدا بنده هاشو دوست داره. چرا؟ یعنی کمی خودمون نمیاره بالاتر. من وقتی میگم که خدا بعدش میاد از بنده که غیبت میکنه، یعنی چی؟ یعنی خدا بره بنده‌ای که حتی خطایی کرده که مستوجب مثلا بد گفتنه، خدا بعدش میاد پشت سر جایی که نیست از خودش دفاع کنه، شما بدیشو بری کسی بگی. خدا آبروی اون برش اهمیت قائل. اگه من بدی کسی رو دیدم، یعنی که من افراد خوب و افرادی که آبرومند هستن و خدا به من نشون نداده، من تأثیرات بعضی از بعضی از گناهان رو دیدم. این نبود که من پرونده کاملی شخص رو ببینم، من همون گناه و همون تأثیر بعضی همون گناهی رو دیدم که در آن وادش انجام میداد. پرونده کسی رو من نشون ندادن، آقا این فلان کار بوده، فلان کار بوده، فلان کار، فلان. غیر از جایی که توجهاتم مثلا من میخواستم به اون شخص داشت از بین میرفت، پیرمردی که تنها جایی که به من چیزی نشون دادن مال شخصی بود که اصلا منکر خدا بود، اصلا عناد داشت به خدا طرف. شخصی بود که تمام طول عمرش تا لحظه آخر مرد. من دیدم این بنده خدا گرچه نمیشناختمش، اصلا نمیشناختمش، فقط بهم نشون دادن ایشون اهل مثلا فلان و فلان و فلان فلان گناه ها بود و مثلا پنجشنبه جمعه این کارو میکرد اون کارو میکرد، مشروب هر روزش بود تا اون لحظه، و این تأثیر اون گناه و این جن زنی که رو سینه‌اش نشسته بود کار تأثیر روش بود. و حالا بحث حالا چون وقتم گذشته، این پیرمردم اون جریانش رو بعد حالا اگر شما صلاح کنید، اون جن زنی که روی سینه این پیرمرد نشسته بود و تا لحظه آخر ولش نکرد و ما اینو دیدم، دنبال چهرهش میگشتم و متوجه شدم این جن زنی که روی سینه نشسته بود حال در قالب زن بود. این یکی از الهه های کفاره بت پرسته، میپرستن این جنو، الهه مرگ بهش میگن. همون زنی که جنی که روی سینه پیرمرد نشسته بود تا آخر صورت پیرمرد رو گرفته بود توی بیمارستان، آوردوز کرده بود. اینو میپرستن بودایی ها، بت پرستا، اسمش الهه مرگ. من عکسشو نشون آقا دادم. کار این دقیقاً لحظه مرگ روی سینه طرف میسته یا میشینه حتی لحظه آخر بلند نمیشه. من وقتی میخواستم جون بدم آقا انگشتر تو دستم احساس خفگی بهم میداد، دکمه هام احساس خفگی بهم میدادن، دوست داشتم باز کنم همه رو، انقدر نفس تنگ میشه. بعد حساب کن تو اون حالت یک جن با این هیبت بیاد بشین رو سینه که اینم تمثله بس. و اینو میپرستن تو بودایی. خیلی خدا به شما خیر بده آقا جان، خیلی اذیت شدید، خیلی زحمت کشیدید، آورده اقتصادی و مالی و حتی اعتباری و اینها که برای شما نداشت این قضیه، جز اذیت و دردسر و وقت گذاشتن و هی مسیرهایی رو طی کردن و تشویش فکری، آزار و فکری، خوندن این بعضن مسائل و حجمه هایی که بعضی وقتا ممکنه اجرا بشه اینا. به هر حال این دغدغه‌ای که داشتید از جنس همون دغدغه‌ای است که گفتید و خدا از شما پذیرفته بود. ان شاءالله این رو هم بپذیره و خدا به شما خیر بده بابت این زحمات که کشیدید. این پرونده سلامت بشید و خدا سر تقصیرات بنده هم ان شاءالله بگذره، کوتاهی‌ها و کمی‌ها و نادونی‌ها و جهالت‌هایی که بنده دارم. خدا به شما و حاجای عمادی عزیزمون که واسطه ارتباط بنده و شما ایشون بودن، دغدغه‌های پاکی که آقای عمادی دارن، تلاش تحسین برانگیزی که دارن و این خلاصه محبتی که به شهدا دارن، خدا انشاءالله به ایشون هم خیر بده، منزلشون رو این چند وقت برای بحثشون رو اینها در اختیار گذاشتند و خودشون هم ازش کمکی دریغ نکردن. خدا انشاءالله اموات ایشون رو هم بیامرزه، اموات شما رو هم بیامرزه
و خدا انشالله که ما رو از شر نفسم، دشمن اصلی نفس شیطان سگکی باشه. شیطان غلطی نمیتونه بکنه اگر انسان از شر نفسش رها بشه، که جون کندن میخواد که آدم از شر نفسش رها بشه. هر شیطانی اینجا لنگ میندازه پیش نفسمون. انشالله به آبروی امیرالمومنین که دشمن اصلی شیاطین امیرالمومنینه و همه دشمنی ها با امیرالمومنین شیاطین چشم دیدن امیرالمومنین ندارن، چشم دیدن نام امیرالمومنین ندارن. اما مثل همه فرزنداشون رو علی گذاشتن است که لج اینا رو در بیارن که نام علی رو نمیتونستن تحمل بکنن. انشالله امیرالمومنین نظری بکنه بر دلهای ما، آباد بکنه دلهامونو و به نام مقدسش انشالله این سگها، این شیاطین دور بشن از قلبمون، از زندگیمون، از حریم بندگیمون. و انشالله که خدا به آبروی ابا عبدالله که ماه محرم رو در پیش داریم و مستند شنود حال ما رو خیلی عوض کرد، حال هممون رو نسبت به کربلا، نسبت به امام حسین. انشالله که دلهامون کربلایی بشه، زیارت اربعین انشالله نصیبمون بشه و انشالله باقیات صالحاتی باشه برای شما زحماتی که کشیدید. این سوالات رو هم شاید به نحو دیگری در سخنرانی ها و بحث های دیگه که حالا هست به اون نحو، ما دیگه پرونده مستند شنود رو بستیم دیگه، پرسش پاسخی هم نخواهیم داشت و دیگه این پرونده بسته میشه. خدا انشالله که پرونده اعمالمون رو وختم لی به خیر، ختم به خیر بکنه هممون رو، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.